اینجا دلاراماست، یکی از فروشگاه‌های ارزون قیمت توی کاناداست. در واقع بهش میگن فروشگاه $1 از $1 به بالا. خب $1 البته توش گیر نمیاد، ولی بالاتر از اونش رو میتونیم به دست بیاریم و بعضی محصولات خوبه، بعضی هاشم نه زیاد خوب نیست و مشکل داره. اینجا قسمت به اصطلاح این ظرف و ظروفشه و چیزهایی که آورده گذاشته و تا اون ته اینا چیده شده. میخواستم براتون از لحاظ قیمتی بگم. اینها دستکش $1.25، این $2.75. حالا شما حساب کنیم با دلار 80,000 تومان ما این هست $1.25. چیزهایی که مورد استفاده اکثر خانوما هست این قسمت دیده میشه. من خودم عاشق اینجور چیزام، چون بالاخره پای آدمو گرم نگه میداره اینجا. حالا قیمت این بخوام ببینم $4.25، این هم $4.50. این خودکارا هستش $2.50، این هست $1.25. این هم 12 تایی هن. قیمتشون هست $4.50. 2 تا 12 تا البته. قیمتش خوبه خداییش. برای خودشون که قیمت ها خیلی عالیه. فقط مشکل اینجاست که ما پول ایران رو داریم و مناسب نیست برامون، وگرنه واسه خودشون بسیار هم عالیه. اکثرا $3، $4، $2. خب روش هم حساب کنیم که مالیات هم میاد. اینجوری نیست که فقط همین $3 که روی این هست، چون اینجا فقط برای مواد غذایی اونم اصل کاریا مالیات حساب نمیشه. من برای اولین بار امروز اومدم اینجا برم دندون پزشکی. یه دندون پزشکی ایرانی هست و خب نزدیک اینجا بود. گفتم یه ذرم از توی اینجا براتون فیلم بگیرم. حالا هنوز موعدش نشده برم داخل، یکم هم بارون داره میاد. گفتم یه ذره باستم تا سر موعدش برم. امیدوارم که همتون خوب باشین. حالا دفعه بعد از فروشگاه های مواد غذایی براتون میگیرم. امروز دیگه کارم به این نزدیک اینجا بود. موفق باشین تا برنامه بعدی که براتون بفرستم.